شلیک موشک پدافندی نواب از ناو راهبردی شهید سلیمانی به سوی پرنده دشمن. پهنه گسترده و نیلگون خلیج فارس امروز هم آوردگاه دریادلان نیروی دریایی سپاه بود. جزیره فارسی یکی از کانونهای ویژه رزمایش در روز پایانی است. شلیک موشک‌های ساحلی، موشک‌های دریایی، پهبادی و دفاع همه جانبه از جزایر را با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز کنید. انهدام اهداف دشمن امروز در نزدیکی جزیره فارسی، جزیره اقتدار، با اقتدار کامل انجام شد. تکاپوی پیروزمندانه پدافند هوایی و سرنگونی پرنده‌های دشمن با موشک‌های کوثر 222 نمای دیگر رزمایش بود. موشک‌های چشمدار هوشمند قائم و الماس هم از پهپادهای نوین مهاجر 6 و ابابیل 5 جنگ افزارهای جنگ الکترونیکی شلیک شدند. هوش مصنوعی یعنی میتواند اهدافی رو در سطح چک پوینت کنه و اهدافی رو در ارتفاع در واقع بتونه پونتش عوض کنه و ارتفاع بگیره بیاد پایین و دقیقاً میاد زیر 1 متر و هدف مورد هدف قرار میده. دقت هدف زنیشون رو بالا بردیم. مقابله با جنگ الکترونیک در موشک‌ها ما تو این در واقع رزمایش و امروز ما استفاده کردیم. برای تکمیل چرخه دفاع و تهاجم موشکی، شناورهای ذوالفقار، صیاد و عاشورا آرایش عملیاتی گرفتند. و در ادامه موشک‌های کروز و بالستیک ساحل به دریا اهداف خود را منهدم کردند. پیام رزمایش صاحبخانه خلیج فارس را آنهایی که باید ببینند و بدانند دیده‌اند و دانستند. محمد هادی حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس.